بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان عزیزان. از جمله سوالاتی که به ما رسیده و بسیار دردناک بود، خانم پزشکی هستن متخصص زایمان و سوالشون بسیار برای من دردناک و طولانی بود. حالا خلاصش اینه که میفرمایند که من کارمند بودم و شوهرم زن دوم گرفت. بعد از این من این رو تحمل نکردم، 5 تا بچه داشتم، از شوهرم طلاق گرفتم. شوهرم بسیار آدم خوبی بود و قدردان زحمت‌های من و ازش خواستم که بچه‌ها رو برای من بذاره، چون که به من اعتماد داشت بچه‌ها رو پیش من گذاشت. من تمام زندگیم رو فدای تربیت و رساندن بچه‌هام کردم. بچه‌هام الان همشون سر و سامان گرفتن، به جایی رسیدن. من پیر و فرسوده شدم، افتادم، وضع حالم بسیار بد و الان نزد هیچ یکی از بچه‌هام جایی ندارم و در آخر میفرمایند چه خاکی به سرم بریزم. من خاک خاصی رو سراغ ندارم برای این مادر بزرگوار، اما قصه ایشون رو بهانه میگیرم برای درسی برای مادران و پدران بزرگوار که مفهوم تربیت فرزندان رو درست درک نکردن. ببینید ایشون چون که کارمند بود، چون که به اصطلاح به شوهرش نمیرسید، خودش هم میگه که شوهرم ایدئال بود، بهترین بود. با این وضع چون شوهر مجبور شد در این مرحله عمری که به اصطلاح ما توش هستیم احساس کرد که زن نداره، کمبود داره، اومد ازدواج مجدد کرد. این خانم که باز هم در همین مرحله و با این بحران روبرو بود، نتونست این بحران رو کنترل کنه، آگاهی نداشت، اومد و طلاق گرفت. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که ما میبینیم. حالا من نمیخوام که روی این مبحثی که به اصطلاح بحرانی که این دوتا باشه روبرو بودن بحث کنم، چون این رو ما در ابتدای برنامه گفتیم. الان میخوام یک پیام بدم به خانم‌ها و آقایون، مادرها و پدرها. ببینید عزیزان، اینی که شما فکر کنید شما رو خداوند آفریده برای خدمت فرزندانتون، برای تباه کردن زندگیتون برای دیگران، این فهم شما، این درک شما اشتباه است. فرزندان برای شما آفریده شدن، نه شما برای اونها. فرزندان خداوند متعال اونها رو از زینت حیات دنیا، زینت زندگی، از جمله زینت‌های زندگی چی هست؟ فرزندان. همونطور که مال و ثروت و دارایی و نعمت‌هایی که خداوند متعال به شما میده زینت‌های به اصطلاح لذت‌های زندگی هستند، فرزندان شما از جمله لذت‌های زندگی هستند. اما در این زندگی اولویت خود شما هستید، نه فرزندتون. یعنی شما خودتون رو تباه کنید، ضایع کنید برای فرزند، نه، این در برداشت اشتباه است. شما باید فرزندتون بفهمه و بهش برسونید که فرزندتون برای شما فرزند رو را تربیت میکنید تا انسان صالحی باشه و انسان نیکی باشه که اجر و پاداشش به اصطلاح بیاد برای شما. شما هدفتون خودتون هستید. ان احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها. اگر خوبی کردید برای خودتون کردید و اگر بدی کردید برای خودتون کردید. خداوند متعال به ما دعا یاد میده، میگه اول خودت، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. خدایا بار الها ببخشا منو، بعد پدر و مادرم رو، من قبل از پدر مادرم، بعد از پدر مادرم دیگران، اونایی که به صورت خویشا هستند، میان و رفت و آمد دارند با من. اول خودم. حتی اگر فرزندان تو مادریت رو بکن برای همه، حتی اگر برای سگ اصحاب کهف باشه، بچه بعد از تو مادریت رو بکن، آخرش با نیکان پی نیکان میگیره و آدم میشه. تو مادریت رو بکن. بچه میخواد که به اصطلاح داغون بشه، میخواد بچه نوح علیه السلام بشه، غرق بشه، بره غرق بشه. تو مادریت رو بکن به بچت. به این بچه باید بدونه که شما در تربیت اونها دارید عبادت خدا رو میکنید برای خودتون. اینهو شما میرید، بچه براتون مسجدی هست برای عبادت. اگر اون بچه خوبی بود شما میرید تو این مسجد عبادت رو میکنید. بچه بدی بود، انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. خداوند به پیامبرش میگه این اصلا از بچهای تو نیست، گمش کن، این عمل غیر صالحی هست، این آدم پلیدی هست، بره به گورش. به شما چه؟ شما خودت باش.
بچت بدونه که اون مسجدیه برای شما، مسجد بدی شد شما ولش میکنید میرید مسجد دیگه، میرید بچهای دیگر رو بهشون میرسید، اونها رو تربیت میکنید. شما در فکر رسیدن به رضایت خدا هستید، در فکر رسیدن به خودتون هستید. اما اون مادری که میاد خودش رو تباه میکنه، تر و خشک بچهش با اون، مامان مدرسم دیر شد، مامان کفشام، مامان لباسام، مامان رفتم حمام، مامان حوله رو بده من، مامان لباسم کو، مامان مامان مامان، همه شد مامان. خودش که میخواد رو پای خودش برسه. عزیز من، تو میخوای چی تربیت کنی؟ میخوای یه گاو گوشتی تربیت کنی هی بهش برسی، یا میخوای یه مردی تربیت کنی که بتونه رو پای خودش وایسه و آیندهش رو بسازه؟ چرا ما میایم بگیم که آقا محمد ابن القاسم هند و به اصطلاح فتح کرد 17 سال، محمد فاتح 12 ساله بود که قسطنطنیه رو فتح کرد، معاذ و معوذ 13 و 14 ساله بودن سر ابوجهل رو زدن، اسامه ابن زید 17 ساله بود لشکر فرماندهی لشکری رو میکرد که توش ابوبکرها و عمرها بودن. اونا رو هم پدر مادرانی مثل من و شما ساختن. پس اینی که شما بیایید خودتون رو داغون کنید برای فرزندانتون، این اشتباهست، اصلا به شیوه درست تربیتی نیست. خداوند متعال چون میدونه که مادر احیانا در مادری خودش طغیان میکنه و مادری خودش رو به نحو احسن انجام نمیده، برای مادر 3 مورد 3 وقت مرخصی اجباری گذاشت. مرخصی از کی؟ مرخصی از نوزاد، از بچه‌ای که 4 دست و پا داره میره، از بچه کوچیکش. خداوند متعال در سوره نور آیه 58 فرمودند که یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم 3 مرات. 3 دفعه این بچهای شما که بچه‌هایی که هنوز به سن رشد نرسیدن، اینها باید 3 دفعه حداقل 3 مورد هست که در اتاقتون باید قفل باشه. چرا ما برای درهای خونمون اتاق خواب قفل داره، همه درها قفل در داره؟ در واسه اینه که در باز و بست میشه، یعنی اجازه گرفتن. 3 وقت اینها 3 عورات لکم. خداوند میگه اینها 3 موردی هست که شما باید با خودتون باشید، شما باید به خودتون برسید. من قبل صلاة الفجر و حین ضعون ثيابكم من الظهيرة و من بعد صلاة العشاء. این 3 موردی که بسیار قبل از نماز فجر، در گرمی یا در ظهر یا بعد از نماز عشاء، وقت خوابی که هست، اینها حتی بچه کوچیک حق نداره که بیاد تو اتاق شما. شما در استراحت هستی، زنگ تفریح شماست. اما اگر بچه بزرگ شد باید در همه مورد، بچه بزرگ مثل یکی بسیار بیگانه باید در خونه رو بزنه، باید در اتاق رو بزنه. یعنی شما یعنی چی؟ یعنی این شخصیتی که شما دارید، این نیازی که شما دارید، این خودیتی که شما دارید، این رو باید بچه احترامش رو بذاره. بچه بداری که بسیار پدر یک شخصیتی داره برای خودش، یک جایگاهی داره، مادر یک شخصیتی داره، یک جایگاهی داره. نه اینکه فکر کنه که پدر و مادر برای منند، مال منند، مثل دوچرخه منند، میخوام به دیوار بزنم، میخوام به این ور اون ور بندازمش، به هیچ کسی ربطی نداره، مال خودمه. این خانم همین کارو کرد. این خانم خودش رو فدا کرد برای بچه‌هاش. هر کسی که خودش رو فدا میکنه، احترام خودش رو زیر پای دیگران میذاره، خودش رو خاک پای دیگران میکنه، در نهایت جاش کجاست؟ خانه سالمندان. اگه خانه سالمندان نرفت، الان ما باید تعجب کنیم که چرا؟ چون که کسی که خودش رو میاد اینطور خورد میکنه، فکر میکنه که با این کار من به صورت دل بچه‌ام رو به دست میارم. نه، با این کار تو احترام و شخصیتی که داری میندازی زیر پای بچت. وقتی که بچه احساس نکرد که تو احترام داری، تو شخصیت داری، خب لهت میکنه. الان ما چه انتظاری داریم از این بچه‌ها؟ بچه‌هایی که احساس نمی‌کنند که این مادر جانفشانی کرده، این مادر خودش رو خورد کرده، این مادر خورد هست، این مادر فاقد احترام هست، فاقد شخصیت هست. اینجاست که باید این رو به صورت درک کنیم و بدونیم که نه، باید بچه بدونه که حد و مرزاش کجاست. بچه خردسال باید بر این حد و مرزها و تربیت بشه. بزرگ شد باید بدونه
که هر کاری دلش میخواد با پدر و مادرش نمیتونه بکنه. پدر و مادر شخصیت خودشون رو دادن، جایگاه خودشون رو دادن، اون مال پدر و مادر هست، نه اینکه مال پدر و مادر به اصطلاح مال اون. این رو اگر ما به بچه‌هامون یاد ندیم، این مرحله از اخلاق و تربیت رو به اونها ندیم، نهایتش مثل همین خانم دکتر میشیم که اینطوری به اصطلاح خودش رو از دست داده و الان میگه که من هیچ جایی تو خونه بچه‌هام جا ندارم. واقعا دردناک هست و باید چون این موردی پیش نمی اومد، الان همه اون چیزی که پیش اومده برای من یه چیز طبیعی هست، چون که این مادر خودش رو فدا کرده. ببینید شوهرش رو از دست داد، به خاطر چی؟ به خاطر همین بچه‌هاش رو الان از دست داده. به خاطر چی؟ به خاطر شیوه تربیتی نادرست. اصلا تو چرا شوهرم به من اعتماد کرد، بچه‌هام رو داد به من که تربیتش کنم. اولا شوهرت بیخود کرد، ثانیاً خودت بیخود کردی گرفتی. این بچه‌ها یه ریتمی داره، یک سیستمی رو خداوند متعال گذاشته. آقا شوهرم بد بود، من بچه رو گرفتم که خودم تربیتش کنم. خیلی کار اشتباهی کردی. شوهرت بد بود، به بچه نمیرسید، میذاشید پسر اونه، بچه اونه، میذاشید هر کاری دلش میخواد باش بکنه. چون که اون ببینید این خانواده بحران دار هست. همه که خانواده ها مستقر نیستن. تو جامعه خیلی افراد هستن که بحران دارن، مشکل دارن، پدر و مادر طلاق میگیرن. خب طلاق گرفتن چیکار میشه؟ خب این بچه باید بدونه که در این خانواده بحران دار، در این خانواده‌ای که پدر از مادر جدا شده، من چطور خودم رو بسازم. من میخوام فرد آینده باشم، من میخوام تو این جامعه زندگی کنم. پدر و مادر بود نبود، خب خیلی از پدرها میمیرن، خیلی از مادرها میبینن، حالا اون بچه‌ها باید ضایع بشن؟ نه خیر، اون سیستمی که خداوند متعال گذاشته یه سیستمی هست که این افراد رو تربیت میکنه برای ساختن آینده. نه اینی که ما بیایم به هوای و هوس خودمون. من خواستم که بچه‌هام رو تربیت کنم، از شوهرم جدا شدم که چی؟ بچه‌هام رو تربیت کنم. این چه عقلیه، چه منطقیه؟ با این عقل و منطق دونستی زندگی تو تباه کردی، بچه‌هات رو هم تباه کردی. این بچه‌ها احساس میکنن که بله پدرمون به ما برامون ارزش قائل نبود، چون که مادر بهشون میرسه، پدر از پدر جداشون کرد، پس پدر رو ترک کردن، پدر براشون هیچ اهمیتی نداره برای این بچه‌ها. خود مادر که هیچی نیست، خود مال ماست، مثل توپ خودمونه، میخوایم بزنیم هر طرف که دلمون میخواد بزنیم، حالا هم میزنن. اعتراض رو چیه؟